سپاه پاسداران تعین یافته در پس تجاوز خمینی به روح انسانی مردمان سرزمین ما و استفاده کردن از بودجه عمومی و مال مردمان این سرزمین برای به تعین رساندن خود با مفاهیم انتزاعی ایدئولوژیک ایران و ملت عظیم الشأن ایران بر علیه من، یک انسان واقعی، در تعینات زندگی واقعی و تاریخی خود که مورد حجمه این متجاوز ناموجود قانونی حرامزاده و دشمن انسانهای واقعی با مفاهیم واهی پوچ انتزاعی ایدئولوژیک سعی در انحراف ذهن انسانهای واقعی و مباح کردن ذهن انسانهای واقعی دارد. سپاه پاسداران بداند این جنگ پاسپسگیری حوزه عمومی جامعه است. حوزه عمومی جامعه مکان زیستی و تداوم زندگی من انسان واقعی است و تو و انوان و انصار تو نه مردم هستند و نه انسان واقعی هستند. شما سعی در انحصار طلبی و قرق فضای عمومی را دارید. فتح فضای عمومی، بازپسگیری فضای عمومی از تو و از انوان و انصار حرامزادت کرامت را، سروری را به من باز خواهد گرداند. در فضای شهر من، در فضای جامعه من، توی حرامزاده چه کاره‌ای که به من بگویی چه بکنم چه نکنم؟ تو از کجا آمده ای؟ سپاه پاسداران ناموجود قانونی که به نام قانون در پس مفاهیم انتزاعی ایران و ملت عظیم الشأن ایران این مفاهیم جنایتکار سخن میگوید، حکم مکتوب خمینی فاسد بدون داشتن مقام اجرایی را رو کند. سپاه پاسداران که من را تهدید می کند در پس مفاهیم کشور و ملت و قانون وجود قانونی خود را ثابت بکند، تا اون وقت ما بدانیم سپاه پاسداران می تواند حوزه عمومی ما را قرق بکند. کی به سپاه پاسداران مشروعیت و موجودیت داده است؟ سپاه پاسداران بابت زج مویه هایی که می کند، یهودی بازی هایی که در می آورد، لاشه کشته شدگان را به رخ می کشد، بابت این تا بن دندان در رانت قرار دارد. بهای خون کشته شده های سپاهیتان را به رخ ما نکشید. اگر پسرتان کشته شد خون او برای شما معدن طلا بود. این ماییم که بها میده ایم و هیچ به دست نمی آوریم. این ماییم انسانهای واقعی در این جامعه که شما در پس مفاهیم انتزاعی صرف با نگاه ایدئولوژیک به دنبال مفهومیزه کردن ما در رعیتی و عبودیت هستید. ما را از همه چیز ساقط کرده اید، از قدرت، از میل به زندگی، از احساس سروری، از احساس انسان بودگی. سپاه پاسداران
اعلام جنگ می کند. سپاه پاسداران آشکارا مردم را دشمن اعلام می کند و اعلام جنگ می کند در مقابل دشمنی که تو را با گلوله مستقیم تهدید می کند و فردا تحت نام حمایت از قرآن خود را متولی قرآن کرده است این حرامزادگان فاحشه حد که حرمت کرد قرآن که به نام قرآن هر جا که بخواهند شهوات خود را حفظ بکنن متولی قرآن می شوند. تو نه صاحب قرآنی، نه نازل کننده قرآنی، نه حافظ قرآنی، تو فاسدی. تو حد که حرمت قرآن کرده ای برای شهوات سخیفت بی شرف. تو قرآن معدن طلاست برات. ما اجازه نمیدیم تو خودتو بکنی صاحب قرآن. هر حرام زاده ای فردا پس شعار قرآن به خیابان بیاید خون کثیفش مباح است. یک انسان واقعی داره با تو صحبت میکنه. تو فکر میکنی پشت مفاهیم انتزاعی میتوانی ما را تهدید بکنی؟ تو فکر میکنی با نگاه ایدئولوژیک انتزاعی خود میتوانی حوزه عمومی را برای همیشه قرخ کنی؟ مشتی فاحش زاده تعین یافته در پس تجاوز، مشتی ناموجود قانونی به زبان قانون صحبت می کند. مشتی متجاوزان به قرآن با زبان قرآن صحبت می کنند. تو نه مالک این سرزمینی، نه مالک این حوزه عمومی هستی و نه مالک این کلام و این قرآنی. تو یه فاحش زاده. ما میدونیم شما کی هستید. پس پشت مفاهیم خودت رو پنهان نکن. دندان قروچه نرو. فکر نکن از این وادی میجهی. پوست یکی که شما رو قنفتی میکنیم. یک انسان واقعی داره با تو صحبت میکنه. نه من قریب بازی و صحرای کربلا زدن تمام. حوزه عمومی حوزه زیست سیاسی من است، نه تو زالوی حرامزاده. تو نمیتونی فضا رو قرخ کنی. بازپسگیری فضای عمومی قدم اول به دست گرفتن قدرت سیاسی است و ما قدرت سیاسی و تمامیت قدرت سیاسی را به دست خواهیم گرفت. در رو پاشنه نمیچرخه. یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک. من با مفاهیم انتزاعی باید حرف نزدم. هر فاحش زاده ای رو فردا تو خیابان بیاری خودش رو متولی قرآن بکنه، نیزه هاتون رو تو ما تحتتون میکنیم. قرآن سر نیزه نکنید. اینجا ابو موسی اشعری نایستاده. تو با امراض طرفی. اینجا انسان قصدمند انقلابی واقعی است که شرایط زندگی که تو برش تنگ کردی به طغیانش کشیده است. تا تو بخوای با آگاهی دینی و ایدئولوژیکیت فضا رو قرخ کنی. من به چشمان خود دارم میبینم تو تمامیت سروریت من ازم گرفتی. تو حوزه عمومی زیستی تنفسی منو قرخ کردی. تو خودتو جاندارم کردی. به مقام انسانی من داری توهین میکنی. به غرور مردارم داره بر میخوره. بدجوری داره بر میخوره. توی حرامزاده از کجا آمدی؟ کی به تو داره این مشروعیتو میده؟ پشت قانون داری زجمویه میکنی؟ تو موجودیت قانونی نداری. با زبان اسلحه میخوای صحبت بکنی؟ در خیابان فاصله 2 متری کارت هم همون کار رو میکنه که گلوله میکنه. پشت قرآن داری حرف میزنی. حرام زاده سیغ زاده.
قرآن رو دستاویز کردی، قرآن معدن طلاست برای تو برای این قرآن بها نمیدی، همش فایده است برای تو غلط میکنی به نام خدا متولی قرآن بشی. تو یه موجود پست شهوتی و کثیف، تو نمیتونی هم چی کاری بکنی. اینجا یه جنگ واقعیه، یک انسان حقیقی با یه مشت حرامزاده ناموجود قانونی. تو تمام فیلدها باختی، هیچ مشروعیتی نداری، بیانیه صادر میکنی بگی که مشروعیت قانونی داری، هویت قانونی خودتو ثابت که حرامزاده. فرمان خمینی فاسد قانون شکن تو رو کن. انقلابی بودگی این مفهومی که توی فاسد شیعه زاده یهودی زاده دهن گرفتی و فاسد داری میکنی ثابت که کجا بودی زنازاده. کدام حرکت سیستماتیک کردی تو در پس بودجه 180 میلیون تومانی دولت موقتی که به زور غصب کردی مشتی فاحش زاده بودید که به تعین رسیدید؟ کدام ایده انقلابی؟ کدام ایمان انقلابی؟ مشتی اورهی تریاکی فاسد منو داری تهدید میکنی. فردا میخوای فضای جامعه رو قرخ کنی، فضای عمومی رو قرخ کنی. هر حرام زاده ای رو که تو تحت نام مردم به خیابان میکشی حرام زاده ایست مثل تو. مردم نیست، مردم انسانی است که فاقد برچسب‌ها، اتیکت‌ها، تعاریف اکنونی است. منم انسان تاریخی، انسان تعین یافته واقعی که شرایطی که تو مهیا کردی مرا مردم کرده. بینامی، گمنامی، توی زنازاده ایدئولوژی زده شیعه باز، قدرت باز که اومدی این سرزمین رو برای ارباب یهودی مسیحیت اداره کنی، تو مردم نیستی. فردا بیای تو خیابون و فرداهای دیگه هم بیای تو خیابون جرتون میدیم، جرم میخورید. انقلاب فاز داره، اونی که میاد تو خیابون فاز میگیره. تو فازتو گرفتی، خیلی داری بلند میری، تکه تکتون میکنیم توی خیابون. قدم اول بازپسگیری حوزه عمومی است. حرام زادگان سپاه پاسداران،